در 20 سالگی فهمیدم کار خلاف فایده‌ای ندارد، حتی اگر ماهرانه انجام بشود. در 25 سالگی فهمیدم یک نوزاد میتواند روز 8 ساعته یک مادر و شب 8 ساعته یک پدر را از او بگیرد و محروم کند. در 30 سالگی فهمیدم قدرت برای مردان به مانند جذابیت برای زنان و جذابیت برای زنان به مانند قدرت برای مردان است. در 35 سالگی فهمیدم آینده چیزی نیست که انسانان را به ارث ببرد، بلکه چیزی است که باید خود آن را بسازد. در 40 سالگی فهمیدم موفقیت یعنی به دست آوردن تمام چیزهایی که دوست داریم، اما خوشبختی یعنی دوست داشتن تمام چیزهایی که داریم. در 60 سالگی فهمیدم میتوان بدون عشق ایثار کرد، اما بدون ایثار هرگز نمیتوان عشق ورزید. در 70 سالگی فهمیدم دوست واقعی تو آن است که دستان تو را بگیرد اما قلب تو را لمس کند. در 75 سالگی فهمیدم فرو افتادن در برابر پروردگار تنها راه برخاستن در برابر روزگار است. در 80 سالگی فهمیدم که مأموریت ما در زندگی